آیا ما چیکار کنیم که از این عذاب خدا نجات میابیم؟ راهی دوا و نجات یافتن از این بلای الهی، از این وبای الهی در چی هست؟ برادران بزرگواری من، در توبه و استغفار من و شما هست، در به سوی خدا رو آوردن من و شما هست. ما از جمله توبه کنندگان باید باشیم، خصوصا از صنف بالا سر کرده، از ما شخصیت هایی که امروز مردم ما را عالم و واعظ و پیشوا میدانند. ما باید توبه کنیم، ما باید از توبه هایی کردم و توبه کنیم که توبه های دروغین بودند. بارها نزد خدا گفتیم ای پروردگار ما نزد توبه کردیم، استغفر الله، اما گناه ها در ما تکرار شد. بعد از ما دیگر شخصیت هایی که اونها با عنوان سردار هستند، اونها باید توبه کننده باشند، اونها باید به خدا رو بیارند، اونها باید از این خیانت و جنایتی که در جامعه دارند از اینها باز ایستند. باید که اینها رو به خدا بیارند. توبه و یعنی استغفار برای من و شما ضرور لازم است برادران عزیز. اگر من و شما از این گناه ها، از این جنایت ها، از این خیانت هایی که امروز داریم والله قسم اگر توبه نکنیم، از این درد و از این ویروس دیده منتظر عذاب سخت‌تر باشیم. الله رب العالمین بسیار جاهای قرآن در ما را یعنی تهدید میکنه، سرزنش میکنه که ای انسانهای متکبر و سرکش و مغرور و نافرمان بردار، منتظر عذاب من باشه، منتظر بلای من باشه، منتظر عقاب من باشه. الله رب العالمین حق داره برای برادران بزرگوار من از صنف بالا تا عامه باید از جمله توبه کنندگان باشه. این یکی وظیفه هست. توبه یعنی به خدا رو بیاره، بنده حقیقی خدا باشه، رومون سیاه نکنه، حیات به غفلت، حیات به معصیت و گناه نگذرانه. بندگی خدا در یک لحظه مسجد نیست، در یک لحظه روز جمعه نیست، در 5 وقت نماز نیست. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم مردن، تا دم مرگ بنده الله باش و بندگی الله با جا بیار. دوم چیزی که ما را از این وبا و از این درد ناتوابت شونده نجات میده برادران عزیز بزرگان، توکل به خدا کردن است. ما تا امروز فقط تکیه به شخصیت ها داشتیم. ما امروز فقط اگر در یک پیش‌پستی و مشکلی می افتادیم، شخصیت ها در فکر ما می آمد. فلان شخصیت نزدش برم و مشکلی ما حل می کند، فلان شخصیت فریاد کنم به داد و فریاد و می رسد. از الله دور شده بودیم، الله فراموش کرده بودیم، توکل به غیر الله سپاریده بودیم. از این پس برای من و شما برادران بزرگوار من ضرور است که توکل به الله داشته باشیم. حسبی الله و نعم الوکیل. برای ما، برای نگهبانی و برای تربیت کنندگی و برای رزق دهندگی و برای نگهبانی ما الله رب العالمین خودش بسنده هست. به هیچ یگان شخصیت ما باید تکیه نداشته باشیم. اگر الله یار است هیچ غم نیست، و اگر دشمن هزار است هیچ غم نیست. اگر الله تعالی در حمایه خودش، در حفظ خودش، در نگهبانی خودش قبول داشته باشه برادری بزرگواری من، خاطر جنگ باشه، هیچ یک کسی برای تو ضرر نمیرسانه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم وقتی که در غار ثور همراهی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پنهان شده بودند، مشرکین ابو جهلی ها و دهن در غار رسیدند، سایه اینها در درون غار نمایان شده بود. حضرت ابوبکر میگریست اینها اگر سر خود را خم کنند ما را میبینند، ما را پیدا میکنند، پیغمبر بزرگوار را میکشند. بعضی روایت ها آمده است که حضرت جبرئیل علیه السلام به خداوند مراجعت کرد و پروردگارا برای من اجازت بده تا اینکه به یک تنتون دهن این دری غار پوشانم، محکم کنم که این ابو جهلی ها حبیبی تو را پیدا نکنند که این بدبخت ها میکشند. رب العالمین به سوی
جبرائیل علیه السلام خطاب کرد گو یا جبریل و انت تسترک و انا ستار. و ای جبرائیل گفت آیا حبیب من تو ستر میکنی، تو میپوشانی، تو نگهبانی میکنی، ستار من هستم، نگهبان من هستم، حفظ کننده من هستم. آیا تو ایران نگهبانی میکنی، تو ستر میکنی؟ اگر ما با او الله تکیه داشته باشیم برادران عزیز، والله قسم از این غریبی ها نجات میابیم، از این رنج و مشقت و عذابی که امروز از سر گذرانده ایستادیم از اینها نجات میابیم. فقط یگانه توکل با او بسپاریم برادران بزرگوار ما، تکیه با او داشته باشیم. به هر شخصیت ها، به هر فردها و نفرها تکیه نکنیم، حواله به هر شخصیت نداشته باشیم. حافظ و نگهبان خود الله رب العالمین را بگردان. ولله ملک السماوات والارض. همه ملک زمین ها و آسمان ها از الله هستند، یعنی در اختیار الله هستند. و این خاطر تکیه توکل به او الله داشته باشید. و دیگر این که برادران بزرگوار من، دیگر چیزی که میتواند ما را از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده در حفظ امانش نگه بدارد، این خیر و سخاوت من و شما هست برادران عزیز بزرگوار من. شخصیت های دارنده، شخصیت هایی که الله برای شما مال داده است، سالهای زیاد می شود که زکات الهی در بالای شما فرض است، اما حق الله ادا نمی کنید. به خود بیایید. والله قسم اگر این وبا، این بلا، این عذاب الهی به بالای شما را بیاید، اگر اون مال دارنده که تو از سرتون زار میماند، خسرت دنیا و الاخره، هم ضرری دنیایی میکنی هم آخرت، هم دنیا را ویرانه میکنی هم آخرت خود را. دیگر چیزی که میتواند من و شما را از این بلا حفظ کنه، نگهبانی باشه، نگهبان باشه برادران بزرگواری من، شخصیت های دارنده، این خیر و سخاوت من و شما است. خیر و سخاوت بلا را از بالای انسان دور میگرداند. به این خاطر حرکت کنیم و این چیزها ما خودمون از این بلاها، از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده، یعنی چیکار کنیم برادران بزرگواری من؟ خود را نگهبانی کنیم، خود را دور بگیریم. نباشه دور نرفته است. افغانستان هم از ما دور نیست، ایران هم از ما دور نیست. یعنی الان این شب و روز در اون مردم این چیز تأثیر کرده است. این کسلی یعنی تبابت نشونده، یک فتنه و ناآرامی هم چند روز پیش در تاجیکستان بود که مردم همه های گفته یعنی کسل آمده است و کسل میگذرد، مردم همه میگه آرد و یعنی خوراکای خود را ذخیره میکردن. برادر بزرگوار ما، وقتی اون بلای الهی آمد، وقتی اون عذاب الهی آمد، ذخیرت برای تو دیگه فایده نمیبخشه. در هر کجای باشه او برای تو تأثیر میکنه. به این خاطر فقط تکیه به خدا داشته باشیم، صبر داشته باشیم، تسلیم باشیم در قضای الهی، راضی باشیم در قضای الهی و حرکت کنیم برای یعنی حل این مشکلی. هر یک شخصیت مؤمن و مسلمان باید دعا کننده باشه، از صمیم قلب، از تحت دل دعا کنیم که پروردگارا ما را از این وباها، از این دواها نگه دار. متاسفانه امروز خیلی عذابی یعنی روحی و جسمانی کشیده ایستادیم که این غریبی ها را، رنج و مشقت غریبی از سر میگذرانیم. پناه به خدا که این یعنی درد ناتبابت شونده در حیات ما دیگر نیاد. برای این برادران عزیز بزرگوار گفتیم راه حل مشکلی های ما در اینها است. یکمش رو به خدا آوردن، توبه کردن. توبه ما را الله هر لحظه انتظار است. الله توبه بنده را دوست می‌دارد. الله رب العالمین از توبه کردن بندش به نهایت خرسند و خوشحال میشه. برادران بزرگوار من، حدیث جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، الله بزرگوار هر ابتدای سحر آغوش رحمت را گشاده می‌کرده است. گفته ای انسانی که امشب گناه کرده بیا توبه کن تا اینکه من گناه تو را ببخشم. دوباره هر ابتدای یعنی بیگه، ابتدای شب، ابتدای روز، ابتدای شب آغوش رحمت گشاده می‌کرده است. گفته ای انسانی که امروز گناه کرده بودی بیا توبه کن تا اینکه من گناه تو را ببخشم. نباشه گناه
ترا خارت میکنه، بی قدرت میکنه، بی عزتت میکنه، بی برکتت میکنه. برادر بزرگواری که امروز هرچند میدوی برکتی حیات احساس نمیکنی، در زندگی پریشان هستی، کار میکنی حق کاری تا ادا نمیکنن، در بازار کار میکنی برای تو سودا نیست، سببش این است که برکت از حیات تو گم شده است. برادر بزرگواری من، و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. الله رب العالمین میگه جمع شما ای مؤمن ها به سوی خدا رو بیارید، توبه کنید تا اینکه شما نجات بیابید، تا اینکه شما از این عذاب ها، از این رنج و مشقت ها خلاص شوید. برادران عزیز بزرگواری من، توبه این یک دارویی هست که انسان تبابت میکنه از گناه، یعنی از درد معصیت و از درد عصیان انسان پاکیزه میکنه. اگر من و شما ان شاء الله رب العالمین از جمله توبه کنندگان باشیم، از جمله انسانهای توبه کننده باشیم، ان شاء الله رب العالمین الله مهربان ما را از این بلاها نگه میداره، از این وباها نگه میداره. اما اگر توبه نکردیم، توکل به خدا نکردیم، منتظر از این سخت‌تر هم یعنی وباها و کسل‌ها باشیم که ببینید خیلی مصیبت، خیلی داغ سخت امروز در جامعه آمده است که از یک جانب متاسفانه بعضی برادرها را ما زاره میکردیم که برادر عزیز خداوند تو را دنیا داده است، مال داده است، حج دگردن فرض از حج برو، نمی رفتن، تا امروز نرفتن، سالهای زیاد دگردن شو حج فرض بود نرفتن. خدای نخواسته به سبب این درد اگر حج رفتن نمایان کنن، برادر بزرگواری من، از یک امر فرض، از یک امر الهی یعنی به جان آورده از دنیا میروی. به این خاطر حرکت کنید. شخصیت هایی که یعنی امروز دارنده هستی به خاطر الله، در شخصیت هایی که امروز در پیش پستی و خرزیداری افتادن، اونها را دستگیری کنید، در راه خدا سخاوتمندی کنید تا اینکه خداوند این وباها و این دردهای تبابت نشونده را یعنی که از بالای ما دور کنید. ان شاء الله رب العالمین هر شخصیت اگر توبه کننده باشه، خداوند اون جمع گناههای او را میبخشه، چون که جناب پیغمبر فرمودند که انسانی که از تحت دل توبه کرد مثل شخصیتی است که هرگز گناه نکرده است. ما در حالت زندگی هستیم، اگر ما هم توبه کننده باشیم ان شاء الله خداوند از تمام این نوع بدی ها و مشقت ها و مشکلی ها ما را نجات میده، ما را خلاص میکنه. و دیگر این که برادران بزرگواری من به قدر نعمت های الله برسیم. ببینید سلامتی خیلی نعمت بزرگ بوده است. ما امروز سلامتی در گناه و معصیت میگذرانیم، سلامتی در غفلت میگذرانیم. به قدر این نعمت های الله برسیم، شکرانه این نعمت های الله به جا بیاریم. نعمت سلامتی الله از حیات ما میگرفته است. اگر کفران کنیم، ناشکری کنیم، عذاب خدا این عذابی لشدید لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم این عذابی لشدید. الله رب العالمین میگه اگر شکرانه نعمت ها ما به جا آورده، نعمت ما برای شما زیاد میگردم، یعنی نعمت ما دوامناک میگردانم، نعمت ما از حیات شما نمیگیرم. اما اگر ناشکری کرده، کفران نعمت کرده، مثل این لحظه بر این حیات در غفلت و گناه و معصیت گذرانده، الله رب العالمین میگه عذاب من برای شما بسیار سخت است. عذاب سخت این است برادر عزیز بزرگوار که سلامتی را خداوند از حیات ما میگیره، آرامی از حیات ما میگیره، برکت از حیات ما میگیره، محبت از حیات ما را میگیره. و این خاطر به قدر نعمتهای الله برسیم، شکرانه نعمتهای الله با جا بیاریم و از خداوند طلب کننده باشیم، دعا کننده باشیم که پروردگار ما را از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده در حفظ امان خودش نگه بداره. دیگر اینکه اهل علمهای محترم، سردارها و کلانترهای محترم، شما نصیحتگر باشه، شما مردم در هر جای باشه امر معروف و نهی منکر کنه، چون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایت گفتن قسم به همون خدایی که اختیار جانم در قدرت او هست، شما امر معروف و نهی منکر کنه، یعنی مردم نصیحت کنه، مردم از گناه معن بداره نباشه. اگر این وظیفه را شما نداشته باشه، الله رب العالمین عذابی خوش به بالای شما را میاره، هرچند اگر شما دعا کنی خداوند دیگر دعای شما را قبول نمیکنه.
اگر اون بلای خدا، عذاب خدا به بالای ما را آمد، دیگه دعا فایده نداره، دعا قبول نمیشه دیگه، چون که بلا آمده است. اون لحظه فقط صبر و رضا لازم است. برای این برادران عزیز بزرگوار حرکت کنیم، رو به خدا بیاریم، از این گناه و معصیت و نافرمانبرداری توبه داشته باشیم و توکل به خدا داشته باشیم و در حق اون برادرهای مسلمانی که امروز به این بلاها مبتلا و گرفتار هستند دعا کننده باشیم که براشون خداوند در این مصیبت، در این داغ سخت، براشون صبر جمیل و اجر جزیل خداوند نصیب فرماید.